سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب کانال آسیا لیزر روباتیک. داخل کانالمون قراره معرفی تکنولوژی لیزرهای فایبر، مجموعه آسیا لیزر و ویدیوهای آموزشی در رابطه با اپراتوری دستگاه‌های CNC لیزر فایبر بپردازیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیوها لذت ببرید. با من تا آخر این ویدیو حتما همراه باشید. امروز داخل این ویدیو قراره با هم دیگه بیشتر با مجموعه آسیا لیزر آشنا بشیم. با من همراه باشید. بریم که توی مرحله اول معرفی مجموعه آسیا لیزر شما رو با کارخونه مجموعه آشنا کنیم. هنگام ورود به مجموعه آسیا لیزر اولین بخشی که باهاش روبرو میشیم بخش مونتاژ دستگاه‌های لیزر صنعتی هستش. در ادامه میرسیم به بخش جوشکاری مجموعه که خدمات جوشکاری دستگاه‌ها از 0 تا 100 داخل مجموعه خودمون توسط افراد مجرب و دستگاه‌های بروز انجام میشه. محصولی که در حال حاضر می‌بینید میز مخصوص جوشکاری هست که برای اولین بار در کشور توسط مجموعه آسیا لیزر طراحی و ارائه شده. بخش الکترونیک مجموعه که خدمات مرتبط با بخش الکترونیک دستگاه‌ها رو 0 تا 100 داخل مجموعه انجام میدن. این هم از قسمت طراحی گروه صنعتی آسیا لیزر. بخش خدمات جانبی مجموعه آسیا لیزر. بعد از کارخونه وارد قسمت اداری مجموعه میشیم که مدیریت مالی مجموعه و بخش تبلیغات و تولید محتوا در اون قرار داره. و اما در آخر میرسیم به اتاق مدیریت و اتاق جلسات مجموعه آسیا لیزر که داخل اون ویترینی از دستگاه‌های وارداتی قرار گرفته، همچنین نمونه کارهایی که با دستگاه‌های لیزر ساخته شدن و دستگاه‌های ساخت داخلمون و همراه بخشی از قطعات مصرفی دستگاه‌ها. همچنین یک ویترین مرتبط با واردات برند مشهور و به نام کوکای آلمان در بحث روباتیک. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. با ما در قسمت‌های بعدی کانال یوتیوب آسیا لیزر روباتیک حتما همراه باشید. با امید دیدار. خدا نگهدار.